چه میدونستم قرار مار دو سری بشه که تو آستینم پرورش دادم که بعدش زندگیمو ازم بگیره. دستام انقدر خوش شده بود و میخارید که از خاروندن زیاد گاهی زخم میشد. کمی کرم روی دستام مالیدم تا خارش و سوزش دستام بهتر بشه. دم غروب بود. از پنجره بیرون تو حیاط رو نگاه میکردم. خونه ما از اون خونه‌های قدیمی بود. برفم تازه شروع شده بود. هوا خیلی سرد بود. با خودم میگفتم تو این شبای زمستون چطوری تنهایی سر کنم. قوری رو برداشتم که از کتری روی بالور که قلقل میجوشید یه چایی دم کردم. کشون کشون یه کاسه کوچیک از جا ظرفی برداشتم که کشمش و خرما واسه خودم بریزم که بتونم باهاش چایی بخورم. اولین چایی رو که واسه خودم ریختم منو برد به سالهای جوونی. اون زمانی که یه بررویی داشتم و عاشق مردی شدم که اسب سوار بود و هر روز از کوچه ما رد میشد. یه روز که لگن لباسا رو میبردم سر جوب که لباسا رو بشورم حس کردم یه سایه افتاده روی سرم. سرمو که بالا آوردم دیدم خودشه. همون پسری بود که بیشتر وقتا نگامون تو هم گره میخورد. چندین و چند بار ما همدیگر رو دیده بودیم. انگار بعد یک مدتی کم کم جاشو تو دلم وا کرده بود. من اندام ظریف و صورت کوچولویی داشتم. ولی اون یه پسر قد بلند بود و چارشونه. اسمش محمد حسین بود. بعداً البته فهمیدم. یک دل نه صد دل عاشق هم شده بودیم. محمد حسین با اسبش اون طرف جوب وایساده بود و من رو نگاه میکرد. من تنها لب جوب نشسته بودم. کسی اونجا هم نبود. لگن لباسا رو ول کردم و پشت اسبش راه افتادم و با هم رفتیم. چند کیلومتری از روستا دور شدیم. کسی ما رو اونجا ندید. زیر یک درخت نشستیم و با هم کمی صحبت کردیم. ازم اسممو پرسید. گفتم اسمم گوهره. محمد حسین مال اون روستا نبود. گهگداری میومد خونه خانه اون روستا که عموش بود. چند روزی اونجا میموند و بعدش هم میرفت. ولی این بار بیشتر انگار اونجا مونده بود. بعد گپ و گفتی که با هم داشتیم منو برگردون سر همون جوب. لباسا رو به سرعت شستم و رفتم خونه. مادرم سالا پیش فوت شده بود و پدرم زن دوم گرفته بود. از اون زنش هم 2 برادر ناتنی داشتم. بعد چند ماه محمدعلی اومد خواستگاریم و با شرایط خوبی که داشت پدرم هم مخالفتی نکرد. با هم ازدواج کردیم و بعد از اونجا به یکی از شهرستانهای نزدیک اون شهر برای زندگی رفتیم. من 5 بچه از محمدعلی به دنیا آوردم. 3 دختر 2 پسر. فقط 3 دخترها برام موندن. 2 پسرم محمود و مهدی تو سن پایین مریض شدن و فوت کردن. زندگیمون خیلی خوب بود. وضع مالی محمد حسین هر روز بهتر و بهتر میشد. یکی از افراد سرشناس اون شهر شد. جوری که خانه‌های اون شهر بدون تایید اون حتی آبم نمیخوردن. همیشه 2 محافظ یا به قول امروزی ها بادیگارد دم خونمون نگهبانی میدادن. زندگیمون هر روز سربالایی میرفت. خیلی عالی شده بود. تا اینکه نمیدونم از کجا سر و کله دختری که از آشناهای محمد حسین پیدا شد. مادرش قبلا فوت شده بود. پدرش هم به تازگی فوت شده بود و کسی نبود بزرگش کنه. اون دختر حدوداً 10 سالش بود. قد و قواره بلندی داشت. در عوض بچه‌های من ریزه میزه بودن و سن زیادی هم نداشتن. از اون دختر مثل بچه خودم مراقبت میکردم. من همه بچه‌هامو پشت سر هم به فاصله 1 سال به دنیا آورده بودم. مدتی تو خونه ما زندگی میکرد. منم ازش به خوبی مراقبت کردم. اینم بگم که ما خدم و حشم زیادی تو خونمون بود. یکی نون میپخت، یکی آشپزی میکرد، یکی خونه رو تمیز میکرد و مراقب من و بچه‌هام بود. خلاصه هر کی به یک کاری مشغول بود. چندین و چند هکتار باغ میوه و اسب و دام و خلاصه هر چی که میخواستیم داشتیم. همه اونا رو کارگرامون برامون اداره میکردن. آقا محمد حسین به کارگرامون خیلی میرسید. به زندگیاشون کمک میکرد. همیشه درداشون رو میفهمید و براشون رفع مشکل میکرد. تو اون شهرم که مسجد ساخت و مدرسه و بیمارستان ساخت. خلاصه اون شهرم یه جورایی آباد کرد. حواسش به همه چی بود. وقتی این دختره 10 11 ساله شد، محمد حسین اونو به عقد خودش درآورد. واسه خودش محرم کرد. اولین بچه‌ش رو تو 13 سالگی زایمان کرد. صاحب پسر شد. از اون به بعد اون شد خانم خونه. من همچنان ساده و کم حرف بودم. چون اگه هم اعتراضی میکردم، آقا بدجوری با هم رفتار میکرد. هنوز بچه‌هام خیلی کوچیک بودن که هووسرم آورد. باعث شد که من یه جورایی کناره بشم. تمام زندگیش گلنسا بود. من تو اون خونه زندگی انگار سهمی نداشتم. اختیارم انگار دیگه نداشتم.
با اومدن گلنسا که بهش خانم گلم بعضی وقتا میگفتن، ورق زندگی من برگشت. خانم گل 9 تا بچه از محمد علی به دنیا آورد. خیلی زرنگ‌تر و با سیاست‌تر از من بود. هر کاری میکرد که آقا رو به سمت خودش بکشه. بارها جادو جنبلایی که آقا رو کرده بود از جای مختلف خونه و لباسای آقا پیدا کرده بودم. ولی جرئت نداشتم بهش بگم. اگه هم میگفتم حرفمو باور نمیکرد. از طرفی هم گلنسا زیر بار نمیرفت و دیوار حاشیه‌ای بلندی داشت. من از چش آقا افتاده بودم ولی چاره‌ای نداشتم. باید میسوختم و میساختم. من یه زنی شده بودم که از اون موقع خودم کارهای خودم رو انجام میدادم. حتی حق نداشتم لب به اعتراض و ایراد گرفتن باز کنم. چون میدونستم که عاقبتش چی میشه. بچه‌هام هم کنار اونا متفاوت شده بودن. کمتر آقا بهشون رسیدگی میکرد. علل خصوص که من 3 تا دختر داشتم و پسری هم نداشتم. به جایی رسیده بود که من میرفتم با کارگرا کار میکردم و دیر وقت خونه میومدم. یه جورایی از اون شرایط فراری شده بودم. همه اون کارگرا و خدم و حشمی که داشتیم، حتی مردم اون شهر متوجه ظلمی که به من میشد شده بودن. همیشه حرف و حدیث پشت من خیلی بود، ولی کسی جرأت رو در رو شدن با آقا رو نداشت. فقط کافی بود که حرف از دهنشون بپره. بعد مدت‌ها دیگه انگار برام هیچی مهم نبود. سرنوشتم رو پذیرفته بودم. ولی این یه بار غمی بود که رو دلم خیلی مونده بود. توی تک تک زایمانای گلنسا کمکش میکردم. با خودم میگفتم عیبی نداره. اونا هم انگار بچه‌های خودمن. خودم عوضشون میکردم، میخوابوندم، یه جورایی بزرگشون کردم. ولی هیچ قدردانی هم از طرف گلنسا نبود. انگار باورش شده بود که منم یکی از کارگراشم. گاهی اوقات طلبکارم بود. اگه یه وقتی اذیتم میکرد نمیتونستم شکایت کنم. ترجیح میدادم ساکت باشم و به همین زندگی نکبتبارم ادامه بدم. همیشه مثل شمع آب میشدم. تو همه چیز متفاوت شده بودم. یه بار بدجوری هوس کردم که برم مثل قدیما تو بغل آقا بخوابم. نوازشم کنه. آخه منم یه زن بودم. دلم میخواست مردم، سایه سرم، تکیه‌گاهم باشه. به محبت کنه. ولی با بی‌انصافی تمام من از اتاقش بیرون کرد. اون آخرین باری بود که سراغ آقا تو اتاق خوابش رفتم. دیگه یقین داشتم که حذف شدم. نمیدونستم تا کجا قرار پیش بره. ولی از جایی که اگه از اون خونم بیرون می اومدم کسی رو نداشتم که سراغش برم. سعی میکردم بسوزم و بسازم. کارم شده بود کارگری تو اون خونه. خودمو سرگرم میکردم یا کنار کارگران مشغول کار میشدم و بهشون کمک میکردم. در عوض گلنسا سرون درون زیادی داشت. هر مقام دولتی که با خانواده میومدن خونمون لباسای شیک میپوشید و خودشو خانم آقا معرفی میکرد. مجلسای جوری میچرخوند که لیاقتش رو ثابت کنه. بچه‌هاش هم همینطور کنارش بودن. بهترین لباسا که تو بهترین خیاطی‌ها دوخته میشد. همیشه بهترین مدای روز تن خودش و بچه‌هاش بود. بچه‌های منم عین خودم یه جوری بهشون ظلم شده بود. عین خودم کناره شده بودم. بغض عجیبی تو گلوم همیشه بود که این بغض تو گلوی بچه‌های خودم هم گیر کرده بود. از طرز لباس پوشیدن تا درس خوندن بچه‌ها که اونم معلم سرخونه میومد واسهشون و مدرسه نمیرفتن که مبادا با بچه‌های دیگه قاطی بشن. آقا همیشه با محافظاش این ور اون ور جلسات مختلف با شهردار، فرماندار، استاندار و خلاصه مقامات مهم دولتی میرفت. زیاد تو خونه نبود که اوضاع ما رو ببینه. تازه اگرم میدید فکر نمی‌کنم خیلی دردی ازمون دعوا میشد. گلنسا همه موقعیت‌ها رو از من تصاحب کرده بود. دیگه جایی برای من نذاشته بود. اون شده بود خانم خونه و من شده بودم کارگر اون خونه. پسر بزرگ گلنسا برای تحصیل رفت خارج از کشور که پزشکی بخونه. بچه‌هاشو کم کم عروس داماد میکرد. چند تا از بچه‌هاشم که کوچیک بودن و مدرسه‌ای بودن. منم 3 تا دخترامو با شرایط پایین شوهر دادم. هیچ شرایط خوبی نصیب من و بچه‌هام نمیشد. همه چی نصیب گلنسا و بچه‌هاش بود. من هیچی تو دلم نبود و بچه‌های گلنسا رو مثل بچه‌های خودم در نظر میگرفتم. از دل و جون براشون مایه میذاشتم. ولی اون بچه‌هامو مثل خودم اذیت میکرد. نوام که به دنیا اومدن و بزرگ شدنم مثل خودم کناره بودم. انگار ریشه این درخت قرار نبود یه جاهاش به آب برسه. آقا دشمنای زیادی داشت که بعضیاشون سرسخت بودن و حتی راضی به زنده بودنش هم نبودن. یکی از جلسات مهمی که تو مرکز استان داشت به همراه محافظاش و ماشین شخصی خودش به اونجا رفت. قرار بود بعد 1-2 روز برگرده سمت شهر خودمون.
موقع برگشت تو راه چند نفر از دشمناش نوشیدنی زیادی به راننده شخصیش داده بودند. توی یکی از کافه‌هایی که وسط راه برای نهار خوردن وایساده بودن این اتفاق افتاده بود. البته با آقا نگفته بود که نوشیدنی تلخی خورده، چون آقا تو ماشین منتظر بود که رانندش غذا بخوره و برگرده. به همین خاطر هم تصادف شدیدی رو داشتن. آقا خودش رو از ماشین پرت کرده بود ولی جراحتی ندیده بود. فقط رگ دستش پاره شده بود. به خاطر تأخیر اورژانس دردم فوت میکنه. چند روز عزاداری و شوک عجیبی که داشتیم، مهمونای زیادی از سراسر کشور و استان و شهر خودمون اومده بودن. ما هم چندین روز پذیرایی میکردیم. رسم داشتیم تا مراسم چلم تقریبا هر هفته شام و پذیرایی از مهمونا داشته باشیم. با فوت آقا اوضاع خیلی به هم ریخته شده بود. بعد مراسم چلم با حضور وکیل، از اونجایی که آقا وصیت‌نامه‌ای نداشت و اصلا فکر این که قرار این دنیا رو ترک کنه نداشت، از طرف بچه‌های گلنسا هم چند تاشون کوچیک بودن. از طرف اونا قیم گرفته شد و تصمیم گرفتن که ارثی آقا رو تا وقتی که بچه‌ها بزرگ بشن تقسیم نکنن. برای من و بچه‌هام مهم سلامتی آقا بود که ایشون هم فوت شد. با اینکه خیلی دوستش داشتم، با فوت آقا زندگی برامون خیلی سخت شد. زمینا و باغات تقریبا خشک شدن. من موندم و بچه‌هام. گلنسا هم موند با بچه‌هاش. من دخترامو موقعی که آقا زنده بود عروس کردم. طفلی‌ها هنوز خیلی کوچیک بودن. 13-14 سال بیشتر نداشتن. ولی گلنسا هم بعد من 2 تا از دختراشو عروس کرده بود. البته اونا کمی بزرگتر بودن. 15-16 رو داشتن. آقا کلا تزش این بود که دخترها باید زود عروس بشن. همونطور که گفتم معلم سرخونه میومد خونه درس میداد. ولی بعد فوتش بقیه دخترها و شنی ستای دیگهشون دیپلم گرفتن یا بعدش رفتن دانشگاه و واسه خودشون کسی شدن. بچه‌های گلنسا بزرگتر که شدن ارثی آقا رو تقسیم کردن. زمینا و ملکایی توی شهر مثل مغازه و خونه‌های مختلف بود و باغات و خلاصه هر چی که فکر کنی. البته خونه‌ای که زندگی می‌کردم خالی از لطف نبود که پر از عتیقه و طلا و جواهر بود. به لطف گلنسا ما هیچی ازش ندیدیم. از اون همه دارایی تنها 3 تا مغازه توی شهر و یه خونه به 3 تا دخترای من رسید. بقیه‌ش هم مال خانوم شد و بچه‌هاش. یه مغازه هم سهم من شد. چلم آقا رو که دادم پسرای گلنسا با ناسپاسی تمام که برای تک تکشون مادری کردم، از خونه آقا منو انداختن بیرون. میگم واسهشون مادری کردم، واقعا مادری کردم. ترا خشکشون میکردن. گلنسا که به رخت لباس و آرایشش مدام میرسید. بچه داری نمیدونست چیه. اغلب مهمونیاش با خانواده‌های وزیروزرا و کله‌گنده‌های شهر بود. یه زمین خالی پشت مغازه بود که بهم دادن. یه خونه کاگلی داشت. همونجا زندگیمو با چند تا تکه ظرف و 2 دست لعاب و یه یخچال قدیمی شروع کردم. تو اون حیاط کوچولو چند تا مرغم نگه داشتم. همدم تنهاییام بودم. دخترام که سر زندگیشون بودن. دختر وسطیم بیشتر اوقات به من سر میزد. درآمد من از اجاره همون مغازه بود که بهم داده بودن. من بیشتر وقتمو با دختر وسطیم و بچه‌هاش میگذروندم. همشون منو دوست داشتن. دامادم خیلی به من لطف داشت. همیشه به من میگفت مادر بیا اینجا کنار هم زندگی کنیم. روزها و سالها مثل باد میگذشت. کم کم نوه‌ام بزرگ شدن و دانشگاه رفتن و ازدواج کردن. بعد فوت آقا هر روز غروب یه غم عجیبی رو دلم میشینه. هر روز تمام زندگیمو مرور میکنم. بعد این همه سال هیچی برام عوض نشده. انگار این فیلم زندگی من نمیخواد از روی دکمه تکرار کنار بیاد. با خودم میگم من یه دختر زیبا و خانواده‌داری بودم که آقا عاشقم شد. ولی چی شد که اون دختر کم سن و سال اومد و تمام زندگی منو تصاحب کرد. زندگی من نیمسوز شد. تو جوانی پیر شدم. آقا نه رابطه همسری با من داشت و نه دیگه منو تحویل میگرفت. متاسفانه پدرم هم چند سال بعد از ازدواج ما فوت شده بود. در این حال کسی رو نداشتم که منو حمایت کنه. مجبور بودم بسوزم و بسازم. با همه تعویضای آقا و خونه دلی که میخوردم میساختم. سر هر چیزی شکایت میکردم حال و روزم مشخص بود. همه اون شهر فهمیدن که من چطوری زندگی کردم. چاییم سرد شده بود. هوا هم تاریک شده و برف رو زمین نشسته. کنار والور کز کرده بودم. دستام هم کمی بهتر شده. یه مقدار از خارش و سوزش افتاده. گزگز دستام وقتی شروع میشه که همه ظرفامو با آب سرد میشورم. به خاطر همینم است که تمام دستام خوش میشه و میخوره. یه چای دیگه واسه خودم ریختم موجاتون سبز.
همراه کشمش و شکر پنیر خوردم. امشب باید تنها بخوابم. دخترم با شوهرش رفته مسافرت. با اون داماد دیگه هم که راحت نیستم. دختر بزرگم هم که با شوهرش مشکل داره و همش تو جنگ و دعوام. بچه‌های دختر کوچیکم اومدن دنبالم که برم خونه‌شون. ولی گفتم امشب میخوام خونم بمونم. اون طفلی‌ها هم درس و مشق دارن. نمیخوام برم مزاحمشون بشم. خودمو به خدای بزرگ میسپارم و تسلیم خودشم تا وقتی که به اذن خودش برگردم پیش خودش. شب که میشه قلمای پام میخواد بترکه. مجبورم هر شب ویکس بکشم و گرمش کنم. گلنسا و بچه‌هاش ازم سر نمیزنن. چی بشه نیم ساعتی یکی دوتا از دختراش بیان خونم. صبح تا شب چشم به دری که یکی از در بیاد تو و ببینمش. خودمو با همین چند تا مهر سرگرم میکنم یا اگه بتونم یه ناهاری واسه خودم بپزم. این داستان زندگی منه که توی سن 81 سالگی براتون تعریف میکنم. مشقات و درد و رنج زندگی یه چیزی رو به من یاد داد که اونم صبر بود. در برابر همه این مشکلات سکوت رو انتخاب کردم. گذاشتم هر کسی که میتونه اسبش رو بتازونه. سکوت به من عشق و یاد داد و اینکه من هرگز رفتارم با بچه‌های گلنسا تغییر نکرد و همیشه براشون دایه بهتر از مادر بودم. بی توقع و رها از همه چیز به همه عشق میدادم. فکر کنم حالا اونا هم منو دوست داشته باشن. شاید به اشتباهشون در مورد کاراشون پی برده باشن. منم همه رو بخشیدم و نذاشتم که لکه سیاه کینه روی دلم بشینه. دوستان عزیز، این داستان گوهر خانم بود. گوهر خانم که مهربونیش زبان زد خاص و عام بود. گوهر خانم تو سن 81 سالگی به علت سکته قلبی چشم از جهان فرو بست و از زندان تن رهایی پیدا کرد. مراسم تعزیه‌اش چنان باشکوه بود که از همه شهرها برای مراسم شرکت کرده بودند. چندین کیلومتر کاروان تعزیه برای خاکسپاریش اومده بودند. گوهر خانم گوهر نایاب و محبوب همه دلها بود. ممنون که این داستان واقعی رو با دل و جون گوش دادین. روحش شاد و یادش گرامی.